نشریات‌ها باید که اثرهایی رو به چاپ رسونن که واقعا هم طلبات دارن. وضع کتاب و کتابداری و کتابخانه نسبت به سالهای پیشین خیلی بهگردیده است. مثلا ادبیاتو چوب میشدن با عدد 10,000 نسخه. کتاب‌های ما با یک بار دو بار خوانده شدن از هم میریزند. این خیلی بها دادن یک طرفه بگویم درست است. برای بیدار کردن ذوق کتابخانه در نهاد آنها چیکار کردن ممکن است امروز؟ از باغچه سر کنم در تا کی بچه مثلا بیکارگردی میکند، تا کی در کوچه بازی میکند، این هر چیز حد دارد. سبب این مثلا شما در چی می‌بینید؟ همین نسل کلانسال خود کم میخونن. ببینید همین کتابای افسانه‌ای که ما میخوندیم حاضر دوباره چاپ کردن در کار. بله. این رویه رو دوام دادن در کار. به تاکید ما هم خود خسرو اینا اذیت میکنه. جوانان بیشتر مثلا توجه دارند به شاعران ادیبان کلاسیک. مثلا برای من گلستان سعدی در همین بالای میزم. یکی از کتاب‌های بالای میزی. انتخاب کتاب رو ما باید اول دانیم. کتابی خوب همین آدم رو تربیت میکنن. همین آدم بیرحم رو برهم با ترحم میگردونن. مردم کشور باز به همون سنت پیشینه برگشته است.